سلام بچه سلام بچه ها، چطوری؟ من گیگاستم هستم و خیلی خوشم به اولین ویدیوی چنل من. اگر خوشتون اومد لایک کنید و اون دکمه سابسکرایب رو بزنین تا و اون زنگولارم اگر خواستین رو بزنین. من روزی 2 تا ویدیو میذارم، ولی امروز استثنا یه ویدیو داریم چون که نمیتونم یه ویدیو بگیرم، چون ساعت 12 شبه نمیتونم دیگه ویدیو بگیرم. اول ویدیو توتال نمیدونم چیه سیمولیتوره. خودم این بازی رو خوشم اومد، امیدوارم شما خوشتون بیاد. و فردا من یه ویدیو امانگاس دارم و یه ویدیو کالاف که اونا هم حتما بیاید و بی بالا حتما ببینین اونا رو هم تا عشق کنین دیگه. عشق و حرف دیگه من لیدم. خب همینجا حالا ما یه راه داریم، ببین همین جعبه رو میگیریم. همین کار باش میکنیم. چه بحثشه؟ فقط فالو کن، ما داریم اینجا زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. کجاست؟ بیخه اصلا چرا آقا جان من چجوری کنسل کنم؟ آقا جان، آقا یه بانده من چجوری اینو کنسل کنم؟ دوباره میگم فالو کن، ما داریم اینجا زحمت میکشیم. من این چیزشو یادم رفت چیز کنم، صداشو چی. خب دوستا دوشواری پیش اومد، ببخشید دوباره. خب اگر میدیم ما از چیز اومدی به قولش که من دستم خورد کلا رفتم بیرون از بازی که یعنی از همین مپ بازی که رفتم تو منوی اصلی. خب سر همین ویدیو، یعنی ویدیو که نه البته چیز برگشت از بابا جان، هیچی کلا برگشت منو دستم خورد و همین دیگه چیز میکنم، کات میکنم برات. شما محتوایی که محتوا نمیگی ناجا، ولی خب بیخیال. و همین دیگه. راستی من چیزی رو اشتباه گفتم، ما یادم فکرم البته ما هر روز 2 تا ویدیو نریم، جمعه ها استثنا 3 الی 4 تا ویدیو داریم که 3 الی 4 تا ویدیو داریم چون که تعطیل دیگه. پنجشنبه هم همونه 3 الی 4. باجیش چه سن دهنت سرویس. ما اینجا چیز میکنیم، توتر در کار است، یعنی داستان، یعنی اوکی. فقط من یه ویدیو به احتمال زیاد امروزم دارم با حمید. حتی حمید که چنل نداره ولی خب یوتیوبرم که نیست، ولی خب به هر حال با اون ویدیو داریم که امروز دارم به احتمال زیاد میگیرم.
چیکار کنم الان؟ توته در کار است. پا در اومد. پاش در اومد. چجوری من خودم الان در بیام؟ ای خدا. آقا من چیکار کنم؟ خب من چیز میکنم. ابری اسپام میکنم. اوکی. راستی ویدیو شاید الان که آپلود میشه ساعت 2-3 شب باشه. اینکه تایمش چقدر شد؟ 5 دقیقه هنوز. اصلا میبینی که من گیمی مد نظرم نیست. امانگاز خواستم براتون بذارم، هی دیسکانکت شد، فیلتر شکنم اذیت میکرد، نمیتونستم، مجبور شدم اینو بذارم و یعنی اصلا قصدم این نبود. که نه بازی باحالیه، خودم دوستش دارم، خنده داره، فانه. فان کلت پیش نمیشه گفت ولی که با کسی باشین که خیلی باحاله. ولی من الان هشتگ امیر مزدی اینجا داره تنها پلی میده، به تنهایی خودش خیزش سراسری، یعنی توطئه در، یعنی هیچ تنهایی داره اینجا از خودش پلی میدم واسه شما ویدیو میگه. ولی به احتمال زیاد من یه چیز با چیز دارم، یه دیگه کالاف داریم امروز که نشه گفت امروز 12 شبه. ای خدا. خب چیز میکنیم توطئه، یعنی چیکار کنیم؟ میخواین اصلا چیز نکنیم، دلیوریشو نریم، بریم همین چیز بگردیم ولگرد کنیم. راست بین خودم بازی کردم، ناسا رو خریدم، حتی اینجا گاسا آقا هرچی هست اینجا رو خریدم که اگه خواستیم میریم یه هیلی پیدا کنم میریم. تق و توقی هم بدید، من بلد نیستم چیز کنم، یعنی تو ادیت حذفشون. آقا آخه آخه مشتی. خب پوفیز هم منتظر واقعا فی خیال. من یه آهنگ پس زمینه میذارم چون ساکته، خیلی قضیه داستان ساکته. من یه او 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 اینه براتون میذارم، اگه چیز یعنی او اینه براتون میذارم و همین دیگه. اوف او چرا داغو؟ آقا بپیچ، آقا من باورکن قبلا اینجا باز. خب رکورد که رکورد ترسیدم، شاید باورتون نشه ولی من 4 بار فکر کنم رکورد کردم. یه بار که سرور قطار وصل میشد، یه بار که حتی سرور نه امانگاس بود، یه بار که به چوخ رفت، یعنی کلا یه بازی رو رفتم. خدا چرا باید گیت کنم آخه؟ یه بازی رو رفتم وسطش چیز شد، دستم خورد رکورد قطع شد. یه بارم که چیز شد دیگه، چی بود؟ یه بار دیگه همون بازی رو دوباره رفتم که همون بازی نبود، اماگاس بود که اونم رفت تو سرور، بعد تا رفت تو سرور دیسکانکت شد. که آره دیگه نتا تخم، یعنی نتا ضعیفه، تخم مرغای یعنی واقعا
تخم مرغ، یعنی تخم مرغ خیلی قشنگه اونجا. آره خودت فهمیدین چی میگه. من انشالله یه هلی پیدا کنم گاسا، یعنی همون ناسی خودم پیدا شو که میشم. حتی این ویدیو کلا 10 دقیقه 20 دقیقه در بیاد واسه تون. فردا که نبوده، یه ویدیو کالافا براتون میخوام بگیرم من، اگه بشه که براتون میگیرم. به احتمال بتل هم هست، بتل هم میریم که دیگه هیچی دیگه پیچیه دیگه. کالاف من نوب سگ نوب. آخ و لبه کنم بگم 74. چون اگه مثل بقیه کانالو نیستم که فقط کالاف بذارم، یعنی همگانی من ماینکرافت ممکنه بذارم، روبلاکس میذارم، اماگاس میذارم، مربوط به هر گیمی، فقط کالاف نمیذارم من اینجا. و هر گیمی هم که شما توی این کامنت ها بهم بگی من براتون میذارم، همه کامنت ها رو میبینم و جواب میدم. بی پف هیچ فورتنایتی پابجی. فقط من این ویدئویی که برای ادیت استفاده کنم نمیدونم از کجا گیر بیارم. شما جایی پیدا کردین که گیر بیارم بگین که من گیر بیارم، اصلا ادیت بزنم. آقا 12 دقیقهش پر شد، بیخیال من میریم کالاف دیگه. میدارم این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک کامنت فالو فراموش نشه. فعلا خداحافظ. خداحافظ.